افسانه‌های هدفمند. مادر امیرالمؤمنین سلام الله علیه که نقل کرد فاطمه بنت اسد که من و پسرم جعفر برادر امیرالمؤمنین، وقتی من وارد شدم تو مسجد الحرام، جعفر پسرم برادر امیرالمؤمنینم همراهم بود. همونجوری که داشتم میچرخیدم طواف میکردم، جعفر پسرم دستش تو دست من بود. خب پسر بچه 10 ساله است دیگه، وقتی داره راه میره دیدیم دست میکشه به ویترین مغازه ها، طبیعیه. جعفر دست میکشید به این بت‌هایی که تو مسجد الحرام نصب شده بود. یه وقت دیدم بچم علی تو شکمم صدا میکند های داداش جعفر دست تو به این بت‌های نجس نده. یه وقت دیدم بچم علی تو شکمم صدا میکند های داداش جعفر دست تو به این بت‌های نجس نده. از آنجایی که رافضه معتقد به افضلیت ائمه بر پیامبران هستند، تلاش می‌کنند تا به هر نحوی معجزات انبیای پیشین و بلکه بزرگتر از آن معجزات آنها را به ائمه بزرگوار نسبت دهند. یکی از معجزات عیسی علیه السلام این بود که در گهواره با مردم سخن می‌گفت. اما این آخوندها مدعی می‌شوند که علی رضی الله عنه در شکم مادر سخن گفته است تا علی رضی الله عنه را بر عیسی علیه السلام برتری دهند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در 40 سال قبل از بعثت از پیامبری خیش با خبر نبود و با وجود آن که هرگز در دوران قبل از بعثت خیش به هیچ بتی تعظیم نکرد و به هیچ گناهی آلوده نشد، اما در این 40 سال هیچ یک از اهل مکه و حتی نزدیکترین افراد خود را از بت پرستی باز نداشت و دعوت به توحید نکرد. اما این آخوند ادعا می کند که علی رضی الله عنه در شکم مادر و 10 سال قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به توحید دعوت می داده است. هدف اصلی از بیان این گونه افسانه های خود ساخته برتری دادن علی رضی الله عنه بر تمامی پیامبران و حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است. به این کلیپ توجه فرمایید. مالک یوم الدین ظهورش در امیرالمؤمنینه، روز قیامت کار دست امیرالمؤمنینه. آقا ابن رسول الله به امام صادق عرض کرد این حدیث از شماست که نقل میکنن لا یعبر الصراط الا من کان بیده سک او برات من ید علی بن ابی طالب. آقا جان روز قیامت هیچ کی از پل صراط رد نمیشه مگر در دستش کاغذی باشه، یک چکی باشه که درش امضای امیرالمؤمنین نوشته شده که هذا ولیون. این درسته؟ فرمودم بله. یزمات از کرد حتی الانبیا، پیغمبرها هم آدم، موسی، عیسی، هود، صالح، شیخ، همه این پیغمبرها اینا هم لازم دارن این. حضرت نگاهی کردن فرمودن حتی خاتم الانبیا. حضرت نگاهی کردن فرمودن حتی خاتم الانبیا. قضاوت با شماست.